بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمام عزیزانی که بنده رو میشنوید و میبینید، امروز خواستم درباره یکی از سوال‌هایی که زیادی ما از خود میپرسیم که چرا دعاهایمون اجابت نمیشود با شما صحبت داشته باشم. هر یکی ما و شما دعاهای اجابت نشده داریم و یا به گفت خودمون آرزوهای داریم که به آن نرسیدیم و زیادی ها میگویند، خودتان میگوید که در قرآن کریم آیت است، در سوره غافر است، در سوره بقره است، الله میگوید ادعونی استجب لکم و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. الله میگوید دعا کنید من شما را اجابت میکنم، وقتی بنده ام دعا میکند من اجابت میکنم. پس چرا دعاهای ما اجابت نمیشود؟ چرا دعاهای ما اجابت نمی شود و مگر الله به وعدهش خلاف می کند؟ حاشا لله که می داند پروردگار هرگز به وعدهش خلاف نمی کند و این برای پروردگار حرام می باشد. اما اینجا سوال اینجاست که چرا دعاهای ما اجابت نمی شود؟ اولا عزیزان، وقتی این سوال به سرمون می آید یک چیز را باید بدانیم که بعض بنده از روی شتابکاریش و یا اینکه از روی اینکه خیلی دوست می‌دارد حادثه ها زودتر و زودتر عملی شوند، چیزهایی را دعا می‌کند که به فایده بنده نیست و حکمت پروردگار در آن است که دعای شما یک مدت اجابت نشود و یا هرگز اجابت نشود. مثلا الله در سوره بقره میگوید عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. شاید شما چیزی رو بد میبینید اما آن برای شما خیلی خوب است. برعکس این، بعضی چیزها رو خیلی دوست می‌دارید اما برای شما خیلی بد است. برای مثال، فقط برای مثال زدن عزیزان، مثلا کودک در سن 3 سالگی 4 سالگی، یعنی تا عقلش در آمدن، خیلی زیاد از مادر شیرینی طلب میکند و یا بعضی بازیچه ها طلب میکند. خیلی زیاد مادر میداند که بر ضرر کودک است، اگر تولا کند هم به فرزندش نمیدهد، میگوید بر ضرر تو هست، بر ضرر تو هست، اسراف است و به آینده تو ضرر دارد. مادر چون این را میداند به کودک تمام طلبات او را انجام نمیدهد و چه خیلی میدانیم تمام طلبات کودک را انجام دادیم که دیگر از خود میرود. و مهربانی پروردگار، حکمت پروردگار از ما و شما، از پدر و مادران میلیون ها درجه بالاتر است. برای همین ما بعضا چیزهایی رو طلب میکنیم و خیلی میخواهیم، در حالی که پروردگار میداند که دادن آن برای ما در حال و یا اجابت شدن آن دعا الان وقتش نیست. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از 23 سال دعوتشان، بعضی از قبیله هایی که دعا کرده بودن ایمان آوردند و این چونین ابراهیم علیه السلام بعد از 80 سالگی فرزنددار شدند. یوسف علیه السلام 7 سال در زندان بودن. یعنی دعاها اینقدر زود در پیامبران هم بعضا اجابت نشده بود، چون این حکمت پروردگار بود. یا که درجه شما با این صبر کرده تان بالا می شود، یا که پروردگار خودش بهتر می داند که این کار یا این دعایی که الان شما میکنید وقتش نیست. برای همین بنده که و پروردگارش اعتماد دارد و توکل میکند، وقتی دعایش اجابت نمی شود یقین بداند که اینجا حکمت از حکمت‌های پنهان پروردگار است که بعداً برای ما آشکار می سازد. و چیزی دیگری که یعنی سبب دیگری اجابت نشدن دعاها، این گناه ها می باشد. بعضی از علما می گویند بدانید که گناه ها درهای اجابت دعا رو می بندد. وقتی از حد زیاد گناه میکنید امید نداشته باشید که دعاهایتان زودتر اجابت می شود. برای این هم میتوانیم یک مثال عادی زنیم عزیزان. مثلا یک انسانی که یا یک طلبه رو بگیریم، یک طلبه که در مکتب خیلی بی‌آداب است، خیلی خلافکار است، خیلی همه رو اذیت میکند، چی معلم و چی طلبه ها. وقتی از مدیر طلب میکند که مرا سردار صنف کنید یا برای من مکافات دهید، مدیر میگوید برای چی بدهم؟ برای این همه مشکلی هایی که سری طلبه ها ایجاد میکنی یا سری معلم ها می آوری،
اصلا تو چی کار کردی که به تو باید مکافات داده شود؟ و عموما خود مدیر اصلا نگاه نمی کند به او. این فقط مثال عادی هست. پس انسان هایی که این همه پروردگار صدایشان میکند که به نماز برخیزید، زکات بدهید، تنی سالم دارید، حج کنید، صدقه کنید، راست گویید، غیبت نکنید، یعنی این همه امر و نهی های پروردگار را یکسو میگذارند، چی امید دارند که دعایشان زود اجابت شود؟ یا از کجا باز طلبکار هستند که ما دعا میکنیم اما دعاها اجابت نمی شود؟ عمر ابن خطاب آثار دارند که میگویند بدانید وقتی شما از گناه دور میشوید و تا توان گناه را ترک میکنید، دعا و تسبیح های شما اجابت می شود. پس از یک سو وقتی حکمت پروردگار میگوییم، از یک سو باید بدانیم که شاید در خودمان است، شاید کارهایی را میکنیم که پروردگار را به غضب آورده ایم، شاید گناه های پنهانی داریم که سبب می شود دعاهای ما اجابت نگردد. پس سبب دوم گفتیم این گناه هست که گناه سبب می شود دعاها اجابت نشود و انسان باید خیلی خود را محاسبه کند، خود را کفت و کاف کند که من چی کارها کردم که پروردگارم از من راضی نیست. و یکی از سبب های اجابت نشدن دعا یا سیوم سببش گویم این با خواری و بیچارگی دعا نکردن است. ببینید در ما الله دعای حضرت یونس را می آورد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. گویان دعا کردند وقتی در شکم ماهی بودند و پیامبر میگویند این دعای یونس است، هر دعایی که میکنید و این دعا را میگوید اجابت میشود. ببینید که یونس با بیچارگی، تذلل، خواری خیلی خیلی به الله خود را محتاج کردند و گفتند پروردگار تو یک و تنها هستی، این من بودم که از ستمکاران بودم، مرا نجات ده. و الله میگوید فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و ما او را نجاتش دادیم. پس از صفت دعا کننده باید طرز با بیچارگی و با محتاجی در نزد الله دست بالا کند که او خیلی به الله نیاز دارد، او خیلی محتاج است. برای این هم میتوانید مثال زنید وقتی یک نفر و شما خیلی خیلی یک چیز رو التماس و خواهش میکند، ندهید، هم حداقل رحمتان می آید. اما پروردگار، وعده پروردگار است که دستهایی به او بالا شده رو خالی نمیگرداند. برای همین الله میگوید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی کیست به جز الله که یک بیچاره به دست او، به نزد او، به درگاه او با خواری و زاری دست بالا کند اجابت نکند؟ این الله هست که دعای شما رو اجابت میکند و یکشف السوء و بدی ها رو از شما میبرد، بلاها رو از شما میبرد. اما باید مضطر یعنی بیچاره، با خواری، با زاری، با نیاز، با گریه، با حتی پیامبر میگن به سجده سرمانده دعا کنیم، یعنی طرز دعا کنی خیلی با تواضع و با زاری به نزد پروردگار باشد. و این چونین یکی از سبب‌های اجابت نشدن دعا این است که انسان دعا میکند ولی باور ندارد که دعای من اجابت میشده باشد یا نه. زیادی ها همین را میگویند راستی من چند سال است دعا میکنم اما خود باور ندارم. ولی در ما حدیث پیامبر است، حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر میگویند ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، شما پروردگار را دعا کنید و یقین دانید که الله دعای شما را اجابت میکند، هیچ شک و شبهه نکنید، یقینا دعا کنید. بگوید پروردگار قادر است. چگونه قادر نباشد؟ اونه که مالک السماوات و الارض است، پادشاه زمین و آسمان هاست. یعنی یقینا که پروردگار 100% قادر است که این دعای ما را اجابت کند. این گونه دعا کنید. در دوامش پیامبر میگن و علموا ان الله لا یستجیب من قلب غافل، بدانید که وقتی با قلب غافل، وقتی با دهان میگوید و در قلب اینقدر باور ندارید، یا با دهان میگوید و فکرتان در کجا هست، یا با دهان دعا میکنید و در قلبتان یک انسان دیگر است که به نزد او نیاز خودم را پیشکش میکنم، پروردگار این دعاها را اجابت نمیکند. پس در وقت دعا کردن انسان دعا کننده
یقین بداند که پروردگار قادر است که او را اجابت میکند. دوما در قلب خودش، عموما در وجود خودش چیزی را، کسی را شاید او اجابت کند یا شاید پروردگار را مانده به نزد او روم، این گونه وسوسه ها نداشته باشد و در وقت دعا قلبش هم حاضر باشد و میبینید که این قدر دعاها هست، اما فقط برای حتی با زیباگی، با دعای زیبا مردم را به خود جلب کردن یا اینکه با دعای زیبا بعضی ها را گریانیدن، الله علم که قلب آن دعا کننده به سوی پروردگار است یا به سوی جمع است. برای همین پیامبر میگویند ان الله لا یستجیب من قلب غافل، از قلب غافل دعاها اجابت نمی شود. و یکی از سبب های دیگری اجابت نشدن دعا این حرام خوردن است. و سبحان الله در ما حدیث پیامبر است در صحیح مسلم هم که پیامبر میگویند چگونه الله اجابت میکند دعای نفری را که حرام میخورد، حرام مینوشد، حرام میپوشد. و حرام خوردن یا لقمه حرام سبب اجابت نشدن دعا هست. و در ما صحابی جلیل سعد ابن ابی وقاص هستند، صحابه که با مستجاب الدعوه بودن مشهور هستند، یعنی هر چی دعا میکردن اجابت میشد. وقتی از ایشان پرسیده می شود که این سر اجابت شدن دعاهای تو در چیست، سعد میگویند لقمه را نمیخورم مگر اینکه من بدانم از کجا هست، از کدام پول است. یعنی من در حلال خوردن خیلی و خیلی کوشا هستم و به این چیز خیلی حساس هستم. پس اونهایی که حرام میخورن پروا ندارن که چیزی که خورده ایستادن مال یتیمی هست، حق بیچاره هست، یا اینکه عموما مالی هست که در شریعت حرام است، در این وقت هرگز امید نبرند که به این زودی دعاهایشان اجابت می شود. و البته چیز دیگر این است که عزیزان، استعجال یا شتابانیدن در دعا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند دعاهای شما اجابت می شود تا زمانی که شما نگویید که چرا دعا کردم و الله اجابت نکرد. همون وقتی که شما گفتید من دعا کردم الله اجابت نکرد، دیگر شما ناامید شدید، دعایتون اجابت نمی شود. برای همین عزیزان این مسئله که دعا کردم و اجابت نشد، نه در قلب ما نه در زبان ما باید پیدا شود. یعنی همیشه بگوییم من دعا کردم، یقین میدانم که اجابت می شود، اما بعضا با حکمت پروردگار گاه دیرتر. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در مسند احمد است میگن وقتی دعا کردید یا دعایتون عاجلا در همین دنیا اجابت می شود، یا اینکه به سبب همون دعایتون اجابت نشود هم بلاها از سر شما دور می شود، یا اینکه روز قیامت شما صاحب اجر و پاداش می شوید. وقتی گفته می شود که پروردگار این ثواب و این پاداش از کجا، من که اینقدر انسانی صالحکار نبودم، به شما گفته می شود که این به همون دعاهای بود که اجابت نشد و به خاطر آن پروردگار به تو اجر بزرگ داد. و یعنی دعا هرچی باشد عزیزان انسان را به الله نزدیک میکند. صفت خواری، بندگی، بیچارگی هست، اما خیلی گفتم بعض سبب‌های است که اجابت نمی شود. و اینجا نفرانی هستند که پروردگار دعاهای آنها را اجابت میکند و این چونین وقت‌های هست که دعا در آن وقت‌ها اجابت است و بعضی دعاها یا عمل‌های هست که با کردن آن دعاها زودتر اجابت می شود. الله نصیب کرده باشد در صحبت‌های دیگر در این باره همراه شما صحبت می‌کنیم. پروردگار دعای یکایک شمایان را اجابت کند و همیشه الهی مثل سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوه باشد و در دعاهای خود مایان و هموطنان را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.